امروز برای سادیکی فاطمه بلینچیک میپذیم праздники Масленица داشتن. این دوامی قصه منو برای شما نقل میکنم. وقتی که شوهرم مرا زد من گفتم دیگه زندگی نمیکنم. من همه وقت تماشابینو کپیلکا داشتم. 5000 6000 7000 постоянно نداشتم تا 10000 постоянно جمع کردگی در برم داشتم. اکو میدادن ما بچه‌ام در روبینک موندگی بودن постоянно جمع کردگی داشتم برای یک روزی مبادا. وقتی که شوهرم به سر کاری خودش رفت نوسیبیرسک ما در قشلاق کندشون تا قماندیم. من تاکسی فایراد کردم. بچه‌م گرفتم محمد نه معبد. کوچی بسیار نداشتم. لباسای خودم بچه‌م گرفتم آمدم شهر. وقتی که من نه همیشه شوهرم کدکی بودم و در خونه یک جورش زندگانی میکردیم. قطعی زنش رنگ اپا و خواهرش دکی بودیم و در پیش ایرپورت در خونه زمینکی زندگی میکردن. راست آمدم من خونه اکرم نرفتم یکم جا نرفتم. راست خونه انم جورای شوهرم آمدم. گفتم من ان شاء الله کار میکنم همچه کوارتیران در خونتون زندگی میکنم و التماسشون کردم که شوهری مدن نگن که مرا با میبیه میزنم. خیلی ایبین یک هفته زیاد گذشت. ما فهمیدیم که уже در دیم بچه‌م حامله دارم. شوهرم آمد یک کلمه گپ مرا نگفت. هیچی نگفت. پروداکت آورد مرا خبر گرفت و با ابرت نرفت. از بین یک مهلت گذشت. بعد آمد که ما در پیش تو اسلوویا میمونم. تو خواهی در شهر زندگی کردن همراهی من با یک خانه دیگه در یک قشلاق دیگه داشتیم. تو میری پولنی علافای کارتوشکای همراه میچینی و من تا کوارتیرا میگیرم. من راضی شدم. بچه‌م بردم در خونه اکم موندم و رفتم همون قشلاق. باور میکنین خودم تا قد در 5 روز من نمیدونم چند ساعت بود در 5 روز از ساعت 3:30 سحری تا ساعت 10 شب نماز در درونی اگرود میخوندم. رولتون میخوردم در درونی انمو اگرود. من در 5 روز علافی همو اگرودا полностью چیندم تازه کردم. میدونین تماشابینا این مرا هیچ که مجبور کردگی نیست. مرا هیچ که بگم که گریبانم قپیدگی نیست. همه همین مهنت صبر طاقت همه ای برای یک روزی خوشبختی بود. من میخواستم که فرزندی من در بالای سرش پدرش باشه برای که من خودم به پدر کلان شدم. قصه به نهایت درو در روزه لیکن هر یک سخن هر یک لحظه های زندگی من برای اون شخصانی که امروز زندگی زیبایی مرا میبینن من باوری کلان دارم که میفهمن که برای چی اینقدر موفقیت ایمینا برای ما اومدگی سببی پیشروی من میخوام که به شما برسانم. دوام شه ان شاء الله در ویدیوهای آینده قصه میکنم.